حالا یک فرار از این بر چه میکنه بازیکن ما عزیز توکلی، میگیره تو یه موقعیت، گل برای داماش گیلان روی اشتباه مدافع تیم سردار بوکان. یک حرکت از علیرضا توکلی در ادامه اشتباه بازیکن مدافع تیم سردار بوکان و نهایت استفاده بازیکن ما جابر نصیری. عباسی پاس برای محبی پیش میره، یه شوت میزن خطر و گل برای سردار بوکان. شوت محبی از پشت محوطه جریمه و عکس العملی که جاسم یاسر الهی نداشت تا دروازه داماش باز بشه و در دقیقه 58 بازی 1-1 مساوی.